шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамамон мо дорем. Ana bari vatan ana heyecanı video kanalı bari vatan modan. Tojikiston! دیدم مشورای 33 نفر سوگند عربی رو قبول نمود. Салом алейкум бародарои азиз. Ширкати Муҳиддин барои гузаштани граница ин рақамашон маҳрамат занг бизанед. айрӯи маълумотҳои мо вазъият тинҷу оромай. дуо мекунем ки соқу саломат кор ва фаъолият кунед. ба сари баланд ба пеши падару модаратон барбигардед. худо нигаҳбонтон. ширкати Муҳиддин барои гузаштани граница офисон метро водни стадион ин рақамашон маҳрамат маълумоти пирра дар ин рақамо занг бизанед. худатон бигиред. худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо. تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری مادران تاجیکستان شجاع وطن. یک مادر من آمده مادر بود. افتخار من اگر کردم. بچه ندارم، اگر یک فرزند می داشتم، من او رو باور کنین من هر روز که از انم کمیته امنیت میگذارم، وزارت دفاع میگذارم، همیشه من آرزو اینا برادرو امروز پرسیا کرد همون کار ناموشون نشد. اینا تاجیکستان امروز روزی قسم با وطن من میبرم بابر اسمتالله زاده وی عائله دار نخواستم که سوخت به خدمت کند باید پایتخت به خدمت کند مدنیت یاد گیرد عذاب کشد برای وطنش برای مادرش همینجا بودگی سربازا عمری دراز مادرای شیرین چشماتون از نم نبیند فقط خورسندی کتی روپرای فرزند شوید 65 92 65 92 شهر ترسونزاده قنبر. ana برادرو شهر ترسونزاده داریم ریگاردیم سربازان بودن اینا امروز سوگند حربی قسم خوردستیم برای خدمت مادر وطن و که بهترین حلاوت میبریم میبینیم با هم دوره خدمتم در یادم زد نجا دیدن میکنیم ما چنین تونستگیم بنوار میگیریم پیشکش شما میکنم رفیق کاپیتان سرباز قطاری محمد کریمов قدرالدین برای قبول نمودن سوگند حربی حاضر شد. شروع نامو. چهار. و خلق تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان صادق بمانم. طلبات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قانون‌ها و آیین‌نامه‌های حربی را قطعاً رعایت کرده قانون‌های کمان‌گیران سربازان حتما اجرا می‌نماید. قوم دیگری با انتظام در این وضعیت باشد و دشواری‌ها و محدودیت‌های خدمت برای حفظ استقلالیت تمامیت ارضی و ساختار کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان نیرو و حیات خود را دریغ ندارم. اگر من این سوگند خود را شکنم بگذار به جزای سخت قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. حتما اجرا میکنم قول میدم که با انتظام دلیل و گیرم با دشواری و محدودیت‌های خدمت حربی سرباز ستاره افکارانه برای قبل نده سوگند حربی رفت مایور وزود دو رو تایید داشمون 33 نفر سوگند حربی رو قبول نمود. کماندیر وزود لتنان اسمت رفیق مایور هیئت شخصی بزود یکم روتای سیام در شماره 33 نفر سوگند حربی را قبول نمود. کماندیر وزود لتنان بوتودا رفیق مایور هیئت شخصی وزود دیم روتای دیم وزود یکم در شماره 35 نفر دیدم در شماره 33 نفر سوگند حربی را قبول نمود. کماندیر زود کاپیتان آزار رفیق مایور زود یک روتای چهارم در شماره 33 نفر سوگند را قبول نمود. جوش میداد مایور لطیفو
خواهم معاون اول فرمانده قشر داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی نوازکاران در شماره 363 نفر سوگند حربی را قبول نمودند. سردار جامعه تعلیمی معیار بابازاده شما را با مناسبت قبول سوگند حربی تبریک می‌نمایم. حضور مادرها همین جایی همه بنوار گرده سید مادرها گم این برادرها در این طرف هم پدر و مادرها صورتی که دیگه سرعت دید؟ به نظمی و به نظامی و خیانتی که ارمیای دولت همسایه ما کرده امروز حالی که مردم داره بر سر مردم و مردگیان همه ما میبینیم. امروز همه دسترسی به وسایل اخباری اومد با شبکه‌های اجتماعی هممون ما داریم. انا همین از همین بیناموسی ارمیای همون دولت چید که امروز پدر و مادرها و زن و فرزند پا و خواهرای هم مردم زیر پای مردمی بیگانه ماندگیان. کدام یکی شما هم خیلی ننگه وقتتون روان میبینین که همچون سرباز همچون شخصی شرمندی همین سرزمین هم خیلی ننگه ما میتونیم برداریم که ما فرار بکنیم دولت پرتویم یراق مونا پرتویم بگریزیم ای خدمت حربی فرار بکنیم پدر و مادر زن فرزند شخص های مقدسی که در زندگی برای هر یکی ما هستن زیر پای بیگانه ها بمونن. کی هم خیلی ننگ ناموس دارد؟ باور کنین مناقشه هایی که در ولایت سوق جمهوری همسایه قتیشیدن و جوان مردایی که همیاراکای ما بودن در همین مناقشه ها شهید شدن. در شبکه های اجتماعی برآمد مادر یکی از همون شهیدا با فیلم که امروز همه دسترسی داره دیدین اکثریتون برآمد کرد که من وقتی که فرزندم شهید شده و دیدم که بیرق تاجیکستان در کیسش بوده فهمیدم که فرزندی ما برای وطن شهید شدگیه ما همچون مادر افتخار کردم. ما همچون یک سرباز همین وطن که هر یکی ما از سرباز پایان تا بالاترین گنرال را همه ما سربازای سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری هستیم. ما همچون یک سرباز که شاید تجربه یکان 25-30 ساله در همین ارمیای تاجیکستان دارم ما شخصا پیش پای همه خیلی مادرایی که نامش مادر زن اینه که مثل مردها واری گپ میزنه و حسی وطن دوستی داره من شخصا سری تعظیم فرود میارم. هر یکی ما باید وطنداری را حسی بلندی وطنداری را وطن دوستی را انا همین خیلی مادرها بآموزیم. این چی نگه امروز فرزند از خدمت حربی میگریزه باور کنیم به ناموسی ما پدر و مادرها ما این خدمت یک استافت از بابا و بابا کلان و پدرای ما آمدن بابای ما رفتن خدمت کردن پدرها ما خدمت کردن امروز وطن به این همین روز رسوندیم. وطن هممون 30 سال پیش 32 سال پیش مناقشه های داخلی که در وطن ما شدن هممون یاد داریم
شاید شما بچه‌های بعد استقلالیت پدر و مادر ما همه یاد داریم چه روزهای سخت در همین وطن بود، چقدر جوان مردای ما همیاراقای ما شهید شدند. ما با امروز با این استقلالیت، با این وحدت، با این نعمت امروزی که تنجی و امانی که وطن ما هست، ما آمدیم رسیدیم. خدمت یعنی همین جوان مردی شما و جوان مردا بود، به گریختن همو گریزه هایی که امروز از خدمت میگریزن. خدمت وطن، آبادی وطن پیش می رود، لیکن همون کسایی که از خدمت فرار میکنن خودشون پدر مادرشون یک ننگ ناموسی وطنگریزی نمیدون و وطن فروشی همچون یک داغ در تاریخ زندگیشون میمونه. فراموش نکنیم پیغمبر خیلی جان بابا جان این دیده خدمت میکنه که دیگه اینا برای که برای وطن مادر خدمت زنده باش برای سلوش موزی پرد میشه و پرد ما برای شما سمکه میکنم میدونیم پرد چقدر میگذارن روی تماشا کنی حالا باید بودو پرد روی اینا سر میشه وزی رفتیم بله بله
که کاری عالی هنر سر شد اساد انگور چرا باشی شصت 92 بهترین چسب باور که حلاوت بردم در تازگی و در باور که چسب بهترین همه جاش در اومدم گشتم که جایش که خیلی بنوار گرفتین و پیشکش شما گردوندم سربلند خانواده باشه در اینجا بزم بازی همه مادرها همه پدرها همه والدینا اینا بعد خصم خوردن یا حربی همه سرجم رقص بازی کردن. خدا نگهبان احمد. حفظ جان واجب است، حفظ وطن واجب‌تر. باید وطن هر یکی ما تن به تن کیف به کیف ایستاده وطن محافظت کنیم. خدا یارو مددگار کنه. حاجی میرم یاد رفت یاد جای دالبایو